دعایی که پیغمبرها کردند و اجابت شد، دعای حضرت آدم و حوا هست. در قرآن الله تعالی ذکر کرد که دعا کردن ما اجابت کردیم. دعای حضرت نوح الله تعالی دو دعاشون یا زیاده از این رو مثال آورد که دعا کردن اجابت کردیم. دعاهای پیغمبرها هست، در قرآن آمده است، الله تعالی اجابت کردگی است. و اینچنین دعاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ها آمدگی است. این دعاها بهتر است. برای چی؟ برای آنکه پیغمبرها این دعاها را گفتند و آنها از وحی سخن میکنند. دعاهای پیغمبرها جامع است. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که تأملت احسن الادعیه، بهترین دعاها را تأمل کردم. تأمل کردم یعنی تفکر کردم که کدام دعا بهتر. دعای مثلا حضرت یونس الله تعالی در قرآن تعریف کرد، دعای موسی را تعریف کرد که اجابت شد، یا دعای دیگر پیغمبرها را. لیکن دعای پیغمبری ما هم بسیار در حدیث های آمده است، در قرآن هم دعاهای بهترین را تأمل کردم. ناگاه بهترین دعا دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگار برای من یاری ده برای ذکرت و شکرت و حسن عبادتت، یعنی برای زیبا عبادت کردن برای من یاری ده. برای چی این بهترین دعا؟ برای آنکه شما وقتی که الله تعالی به شکر نعمت اگر یاری دهد و هر یک نعمت اگر شکر کنید، شکر الله تعالی رو بجارید، الله تعالی زیاده میگرداند. لئن شکرتم لازیدنکم. الله تعالی میگه که اگر شما شکر گفتید، شکر کردید، البته من زیاده میگردانم. وعده پروردگار است. ذکری که وقتی که شما ذکر الله تعالی همیشه در یاد الله تعالی هستید، شما از گناه دور میمونید. از گناه که دور موندید و شما بلای مصیبت نمیبود، نه در این دنیا نه در آخرت. و کلمه حسن عبادتی، عبادت زیبا و عبادت زیبا برای من یاری ده. این بسیار چیز رو، همه چیز رو در بر میره عبادت.